بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. درس امروزی ما الشرط السابع، شرط هفتم. شرط هفتم از چه عبارت بود است؟ دخول الوقت. شرط های نماز 9 تا می باشن. بارک الله فیکم. الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. همه خلاص اسلام را گذاشتیم، عقل، تمیز و رفع الحدث، ازالة النجاسه و آخران در ستر العوره. درس امروزی باشد الشرط السابع دخول الوقت والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الوقت وفي آخره. نعم. فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. مهم یعنی شرط هفتم داخل شدن وقت است گفته شده است. و دلیل از سنت، یعنی اگر از سنت دلیل گیریم حدیث جبریل علیه السلام است که او در اولی وقت و در آخری وقت با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم امامتی کرد و چنین گفت یا محمد الصلاة بین هذین الوقتین، ای محمد نماز میان این دو وقت است. و قوله تعالی و سخنی الله تعالی است. معنی سخنی الله تعالی هر آیین نماز بر مؤمنان فرض است تعیین شده در وقت ها. هم خلاص. و دلیل الاوقات قوله تعالی و دلیل وقت ها سخنی او تعالی است اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. یعنی از هنگام زوال آفتاب تا آنگاه که شب فرا می رسد نماز را برپای دار و نیز نماز صبحگاه را و نماز صبحگاه را همگان یعنی فرشتگان شب و فرشتگان روز حاضر شوند. سوره نساء آیه 78. خلاص مهم. الشيخ الشارح بفرماید که يشترط لصحة الصلاة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها. یعنی برای خاطر درست شدن نمازها شرط است که باید 5 وقت نماز را در وقتهایشان ادا کرده شود. فهمیدید؟ شرط صحتی نماز گفته شده است. وقتی که شرط صحتی نماز که این نمازها را بر وقتشان خواندن باشد فلا یجوز ان تصلی قبل اوقاتها. جایز نبوده است که قبل از وقتهای نماز تو نماز را گذاری، یا که فلا یجوز ان تصلی قبل اوقاتها. جایز نیست که نمازها را پیش از وقتهایشان گذاریده شود. و این صلیت اگر مبادا خوانی از وقت پیش وجب اعادتها، از نو خواندن یا که دوباره اعاده کردن نمازها واجب می شود. ولا یجوز تأخیرها عن وقتها. نمازها را جایز نیست از وقتشان تأخیر کنند. فلو اخرها حتی خرج وقتها. اگر مبادا نمازها را چنان تأخیر کند که
حتی از وقتشون خارج شوند نمازها. فإن كان لنوم لا تفریط معه او نسیان، اگر یعنی که پشتی خوابی که همراه این خواب یعنی از حد گذری نباشد، یعنی مثل قصدن نباشد یا که به فراموشی باشد، قضاها ولا اثم علیه، قضاگی اون نمازها را میگذارد و یگان گناه نیست بالای او، چون که سبب شرع. و این کان لغیر ذلك، اگر بدون این باشد گناهکار میشد. و قضاها یعنی قضاگی اونها را میخواند، یعنی بی سبب باشد. در این مسئله یعنی که اختلاف است، اقسام ما گفتن که نمیخواند، قسم گفتن که میخواند. تا قسم گفتن که یعنی گناهکار باشد توبه کند، قضاگیش نمیخواند. و حدیث امامه امامته وحديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في يومين جاء في عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وجابر وهو عند أبي داود. خب حديث امام شدن جبريل عليه السلام با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دو روز آمده است از روایت این حدیث از جماعه صحابگان از جمله ابن عباس و جابر در نزد ابو داود آمده و ترمذی و در تعلیق علی حدیث و حدیث یعنی که به تعلیق این حدیث های رقم 3081 و 11249 از مسند امام احمد بینگر گفته تعلیقا. و من اوضح ما جاء في بيان اوقات الصلوات الخمس، از همه واضح ترین کشاد و روشن ترین آنچه که آیدی وقتهای نمازهای پنج وقت آمده است حدیث عبدالله بن عمرو، حدیث عبدالله بن عمرو رضی الله عنه میباشد در صحیح مسلم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت وقت ظهر اذا زالت الشمس، وقتی نمازی پیشین آغاز می‌یابد هنگامی که آفتاب زوال می‌شود، یعنی از مرکز زمین به طرف غروب می‌گذرد. و کان ظل الرجل کطوله، و سایه همون انسان سایه کس مانند درازی همون می‌شود. خب یعنی اولی وقتی نماز پیشین ما لم تحضر العصر، تو عصر حاضر نشود. و وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقتی نماز عصر تا آن دمی است که آفتاب حالا زرد شدگی نباشد. و وقت صلات المغرب ما لم یغیب الشفق، وقتی نماز یعنی که شام باشد تا آن دمی که سرخی چه نیست شدگی نباشد. و وقت صلات العشاء الى نصف الليل الاوسط، وقتی نماز خفتن باشد تا نصف شب الاوسط، از همه میانه ترش، یعنی که همون شب رو دو تقسیم میکنیم میان شب. و وقت صلات الصبح من طلوع الفجر، وقتی نماز صبح باشد از کدام وقت سر میشه؟ از برآمدن صبح صادق ما لم تطلع الشمس، تا آفتاب نبرای، هنگامی که برآمد وقتی صبح میبره. و اذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاه، وقتی که آفتاب طلوع کند از نماز خواندن خودداری کن. فانها تطلع بین قرنی شیطان، چون که آفتاب طلوع میکنه میان دو شاخ شیطان، در حدیث آمده است. نعم. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.